به نام خدا. سلام رفقای خوبم، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. کانال آموزشی یادگیری هوشمند. من بهزاد کولیوند هستم و امروز قراره که با هم دیگه قواعد درس ششم عربی هشتم رو پیش بریم و ببینیم از چه قراره و چیا داره و اینا. بچه خسته امتحانات انشالله نباشین. امتحاناتون نوبت اول رو پشت سر گذاشتین، بریم تو کار. نوبت دوم از امروز درس ششم. بچه درس ششم در مورد چیه؟ قواعد درس 6 در مورد دوم شخص جمعه. بچه ما چیا داشتیم؟ من، تو، او، ما، شما. میخوایم شما رو امروز بخونیم. ما، شما، آنها، که امروز میخوایم شما رو بخونیم. بریم پایینتر ببینیم چی داریم. تا درس قبلی اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و همچنین اول شخص جمع را خواندیم. ستاره. امروز میخوایم دوم شخص جمع رو بخوانیم. بچه همون چیزی که گفتم، من، تو، او رو خوندیم، ما رو هم خوندیم. درس امروزمون شماه و دو درس آینده ایشان، که دیگه کلا از فعل مضارع راحت میشیم. ستاره بعدی یادآوری. بچه ساخت فعل مضارع با ریشه عرفه. اول شخصش بچه چیه؟ بذارید توی رنگ خوشگل بیارم. اول شخصش اعرفو. بچه می اومد، درسته؟ حرف مضارعش بود، اعرفو. حروف مضارع می آوردیم، اعرفو یعنی میشناسم. تعرفو برای دوم شخص، اینا دوتا هر دو دوم شخصن، خب اما این مذکر و این مؤنث. تعرفو یعنی میشناسی، تو مرد، تو مذکر. تعرفی نه یعنی میشناسی، تو دختر، تو زن، تو مؤنث. یعرفو یعنی میشناسد. کی میشناسد؟ او. بچه این چیه؟ هو هستش، سوم شخص. تعرفو یعنی هیه، یعنی بازم او میشناسد ولی مؤنث. بچه این دوتا مثل هم بودن که گفتیم از طریق این انت هستش و این هیه هستش. این از طریق این میتونیم بفهمیم که آیا این مخاطبه. بچه ها خب زیاد اینو گفتم ولی دوباره میگم این غایبه. از طریق این میتونیم بفهمیم، یعنی مثلا وقتی که داره با روبروی خودش حرف میزنه میشه مخاطب، خب وقتی که داره پشت سر یکی حرف میزنه میشه غایب، داره غیبتشو میکنه. و نعرفو هم میشه نحنو، یعنی ما میشناسیم. اینا رو بچه ها خوندیم. حالا میخوایم شما میشناسید رو بخونیم. بریم تو کارش. دانستیم که ساختار فعل مضارع به شرح زیر است. حروف مضارع به علاوه ریشه فعل، به علاوه حالا یه چیزی مثلا مثل اون تعرفی نه اینه آورده و یه سری چیزای دیگه که حالا اینا اختیاریه ولی این دوتا اجباری هستش. حروف مضارع یا ی یا ت یا ن یا الفه. ریشه فعل هم که همون ریشه سه حرفی میشه. مثل بچه نه به علاوه فعل، مثلا نفعلو یعنی انجام میدهیم، یذهبو یعنی میرود، ازربو یعنی میزنم، تخرجو یعنی میزنی مذکر، تخرجی نه میزنی، ببخشید خارج میشویه مذکر، تخرجی نه خارج میشویه مؤنث. بیایم پایین تر. دوم شخص جمع. بچه واردش بشیم دیگه. بذارید تو یکم اینجا چیزش کنیم. در فارسی ضمیرش شما است. در عربی بچه چی بود؟ انتما برای دو نفر، حالا چه دو نفر پسر باشن چه دختر، برای هر دو انتما به کار میبریم. خدا رو شکر، هم برای دو نفر دختر یا زن، هم دو نفر مذکر یا مرد. خب برای هر دو انتما به کار میگیم شما دوتا. انتم میشه جمع مردان یا جمع مذکرها، انتون نه جمع زنان یا جمع مؤنثها. سال گذشته فعل ماضی دوم شخص جمع را خواندیم. بچه چی بود؟ انتما ذهبتما. راحتیش این بود که هماوا بودن. انتما ذهبتما، انتم ذهبتم، انتون ذهبتن. ببینید هماوا هستن، هم قافیه هستن به نوعی. خب اما اینجا یکم فرق میکنه. بچه بدون معطلی بریم تو کارش. البته اینم بهتون بگم که اینا به معنی چی بودن؟ شما رفتید، حالا شما دو نفر رفتید، شما جمع مردان رفتید، شما جمع زنان رفتید، شما رفتید. حالا بریم بدون معطلی تو کار دوم شخص جمع مضارع. اما قبلش خوشحال میشم که همین الان اون لایکو بکوبید و از کانال خودتون حمایت کنید. دمتون گرم بچه‌ها، بهم انرژی میدید با لایکاتون. بریم تو کارش بچه‌ها. اینجا رو دقت کن. یک بچه‌ها انتما رو می‌خوایم بخونیم. آقا چیز مضارعش، حرف مضارعش ت هستش برای ستاشون. خب برای ستاشون حرف مضارع ت. خب حرف مضارع رو میاریم، بعد ریشه رو میاریم.
خب مثلا ذهبه، فعله، نمیدونم ضربه و اینا ریشن. خب بعد دیگه میایم آخرش مشخص میشه که اینا فرق میکنن. آنه برای 2 نفر یا انتوما. خب انتوما چی میاد؟ آنه میاد. مثل ت اگه بیاد بعد ذهبه، خب ذهبه، خب آنه بیار آخرش میشه چی؟ میشه تذهبانه. حالا ت بیار بچه برای جمع مردان اونه یا جمع مذکر اونه میاریم و برای جمع مؤنث نه. خب حالا ت بیار، ذهبه هم بیار که ریشه است. خب ذهبونه، تذهبونه یعنی آنها میروند، مردان. این میشه چی؟ ببخشید شما میروید، چرا میگم آنها؟ عذرخواهی میکنم بچه، عذرخواهی میکنم. تذهبونه یعنی چی؟ یعنی شما میروید. تذهبانه یعنی شما 2 نفر میروید. حالا این چی میشه بچه؟ ت به علاوه ذهبه با یه نه آخرش میشه تذهبنه. آنها شما رفتید، زنان یعنی خانوما رفتن. انتون نه تذهبنه، انتم تذهبونه، انتما تذهبانه. بچه اینا رو پاک کنم یکم اینجا خلوت بشه. بریم پایینتر. همه این مثالا رو براتون نوشتم اینجا فقط نوشتم که بدونیم چی به چیه. بچه بریم پایینتر. خب برای بچه اینجا رو دقت کنید. آقا برای 2 نفر ما داریم که میشه انتوما. حالا 2 نفر مذکر مؤنث خدا رو هزاران مرتبه شکر نداره و برای هر دوتاشون همین یه دونه به کار میره. یعنی نمیاد برای 2 نفر دختر یه چیز بگه، برای 2 نفر پسر یه چیز. برای هر دو یکسانه. خدا رو هزاران مرتبه شکر، اینش خوبه. بعد انتوم و انتون نبیم یه نگاه دیگه بهش بندازیم. بچه چی گفتم که برای 2 نفر حالا انتوما میشه ضمیرش. خب بچه ت میاریم اولش، ریشه به علاوه آنه، به همین سادگی تموم شد. بیایید اینجا تذهبانه میروید، تعرفانه بچه ت آوردیم، عرفه رو آوردیم، آنه میشناسید. تضربانه بچه ت آوردیم، ضربه رو آوردیم، ضربه یعنی ضربه زدن یعنی زدن. خب حالا تضربانه بعد آنه هم آوردیم آخرش میشه چی؟ میزنید. شما 2 نفر مرد یا زن فرق نمیکنه. تفعلانه بچه فعله یعنی انجام دادن. خب ت آوردیم اولش، بعد فعله، بعد آنه، انجام میدهید. اوکی بچه به این میگن چی؟ مثنی مخاطب. خب که دیگه مذکر مؤنث هم خدا رو شکر نداره. برای هم مثنی مذکر مخاطب هم مثنی مؤنث مخاطب، برای هر دوش هست. بچه مخاطب هم میدونید چی؟ یعنی کسی که روبرومونه. خب ما توی فارسی بهش میگیم دوم شخص، عربا بهش میگن مخاطب. بعد به اول شخص ما میگیم اول شخص، اونا میگن متکلم، حالا چه وحده چه مع غیر. بعد ما میگیم سوم شخص، اونا میگن غایب. بیایم پایینتر. انتم بچه، پس ما انتما رو خوندیم. انتما چی بود؟ ت به علاوه ریشه به علاوه آنه. انتم یا جمع مذکر مخاطب یا جمع مذکر دوم شخص. خب چیه بچه؟ ت به علاوه ریشه به علاوه اونه. خب ت به علاوه ذهبه. خب ت و به علاوه ذهبه کرده به علاوه اونه میشه تذهبونه. ت و به علاوه عرفه کرده به علاوه اونه میشه تعرفونه. دوباره میروید، دوباره اینجا چه نوشتم؟ میروید، این میشه میشناسید بچه‌ها. تعرفونه میشه میشناسید. بچه عذرخواهی میکنم، اینا رو اصلاح میکنم و براتون میفرستم، نسخه اصلاح شده رو میفرستم. بعد همین دیگه، چیز زیاد سختی نداره. بعد میریم مثال عمل میکنیم برای اون جا بیفته. بچه جمع مؤنث مخاطب، اون جمع مذکر بودی. جمع مؤنث ت به علاوه ریشه به علاوه نه، ت به علاوه ذهبه به علاوه نه، تذهب نه یعنی شما زنان رفتید، تعرف نه یعنی شما زنان شناختید، ت به علاوه عرفه به علاوه نه. به همین سادگی. بچه بریم مثال حل کنیم که برامون جا بیفته. مثال: جاهای خالی را پر کنید. بچه برای خرجه آوردم که همشون یکسان باشه چیزشون، ریشهشون، که بتونیم به راحتی مقایسه کنیم. انتما بچه چی می اومد؟ ت می اومد با ریشه فعل. حالا هر سگی میخواد باشه، عذرخواهی میکنم ما اینطوری میگم به خاطر اینکه جا بیفته. آقا هر سگی بود اون 3 حرفو میذاری، بعد آنه. اوکیه؟ اینجا تئو میذاری، هر سگی ریشه بود میذاری اونه. اوکیه؟ اینجا تئو میذاری، هر خری ریشه بود میذاری نه. اوکی بچه‌ها؟ بلا نسبت شما که دارید میشنوید اصلا در شأن ما نیست از این حرفا زده. برای چی میگم؟ برای اینکه برای اون جا بیفته، وگرنه که اصلا این حرفا در شأن این ویدیو و اینجور چیزا نیست. پس بریم تو کارش بچه‌ها. تئو بذاریم، هر چیزی که اینجا بود، هر آدم محترمی که اینجا بود، خرجه. درسته؟ خرجه. اوکی؟ تخرجا نه، یه آنه هم میذاریم تهش. انتم تئو میذاریم، خرجه رو میذاریم، خرجه، اونه، تخرجونه. بچه ها تئو میذاری،
خرجه رو میذاری نه، درسته؟ تخرج نه. آقا این معنیش چیه؟ این معنیش چی میشه؟ میشه خارج میشوید، خارج میشوید. اینم میشه خارج میشوید. اینم میشه خارج میشوید. خب حالا این برای 2 نفره، این برای جمع مردانه، این برای جمع زنان. خب حالا بچه چرا هر سه تاشون شد خارج میشوید؟ ما مگه 3 تا فعل مختلف نیستن؟ چرا هر 3 تا شدن خارج میشوید؟ چرا یکسان شدن؟ بچه بگید چون توی فارسی ما مثنا نداریم. دیگه چی نداریم؟ مذکر مؤنث. ما این چرت و پرت ها رو نداریم خدا رو شکر توی فارسی و برای همشون یکی به کار میبریم. یعنی ما مثنا رو جدا به کار نمیبریم، مذکر مؤنثمون جدا نیستن، همه قراقاتی هن. بیاید اینجا انا. بچه برای انا با ریشه خرجه چی می آوردیم؟ می آوردیم با ریشه صرفی، میشه اخرجو. انت بچه چی می آوردیم؟ تخرجو میشد، تخرجو. ت می آوردیم دیگه. انت تخرجین، تخرجین. هو یه می آوردیم بچه، یخرجو. هیه تخرجو با اون یکیه، ببخشید خوب ننوشتمش، ت خرجو. بعد نحنو هم نخرجو. امروز چیا رو خوندیم؟ اینا رو، تخرجانه، تخرجونه، تخرجنه، اینا رو امروز خوندیم. بیایم پایین تر یه مثال سخت تر. بچه بهتون گفتم دیگه آقا ما داریم امروز دوم شخص ها رو میخونیم. یکم بیام پایین تر ببینم جا هست بنویسم. بچه دقت کنید، من اینجا یه مثال بزنم. من، تو، او، اینو چند بار دارم میگم ولی اشکالی نداره. خب ما، شما، ایشان، درسته بچه ها؟ اینا رو داریم. بچه ها عربا به این چی میگن؟ میگن متکلم، یعنی کسی که داره حرف میزنه، مثل بنده. من الان دارم حرف میزنم، حالا اگه من باشم میگم متکلم وحده و اگه من و چند نفر دیگه باشیم داریم حرف میزنیم در مورد خودمون میشیم ما، متکلم مع الغیر. خب اینو ولش کن. بچه تو چیه؟ تو میشه مخاطب، یعنی آقا طرف روبروی منه. خب مثلا میگم تو آن کار را کردی، تو آن کار را میکنی. خب مخاطبه بچه، مخاطب. او کیه؟ او غایبه بچه ها. غایب یعنی اینجا نیست. میگیم او فلان کار را کرد. حالا وقتی اینجا تو میگم ای علی، ای علی یعنی جلومونه بچه ها. خب میگم ای علی به فلان جا رفتی، ذهبت. خب یا مثلا میگیم میروی، تذهب و یذهب و چیز، ببخشید تذهب و، یا اگه خانوم بود تذهبینه، آیا میروی. خب بچه ای وقتی میاد، یا وقتی میاد، ایوها میاد، ایتوها میاد، یعنی آقا طرف روبرومونه، مخاطبمونه. خب حالا وقتی که مثلا میاد که آن پسر را ببین، خب یا مثلا هازل ولد، خب یعنی آن پسر. خب این میشه غایب، یعنی داریم پشت سرش حرف میزنیم. بچه اوکیه؟ الان دیگه برامون جا افتاده که بریم اینا رو حل کنیم. یکم اینا چون سختن نیاز به این توضیحات داشتن. بیایم پایین‌تر، یکم بریم بالا. بذارید تا برم بالا از اینجا. خب گفته که یا رضا، یعنی ای رضا. خب بچه برای ای رضا، خب ای رضا یعنی روبرومونه. خب پس میشه چی؟ میشه انت دیگه، درسته؟ ای رضا انگار دارم بهش میگم تو فلان کار رو بکن، یا میگم رضا برو اون کار رو بکن. خب برای ذهبه چی میاد؟ میشه تذهبو. ای رضا تو میروی، ای رضا میروی. حالا خود رضا چی بچه؟ میگم چی؟ رضا این دیگه صداش نمی کنم. عربا بخوان کسی رو صدا کنن یا میارن اولش، ایوها میارن، ایتوها میارن. خب ولی وقتی خود رضا میاد یعنی رضا فلان کار را کرد، میشه سوم شخص، میشه غایب. پس میشه چی؟ میشه یذهبو. یذهبو یعنی رضا میرود، ولی اینجا روبرومه. خب یعنی آقا این منم، اینم رضاه، دارم بهش میگم یا رضا، یعنی ای رضا میروی. خب حالا یه رضای دیگه اینجاست، دارم به این میگم رضا، خب یذهب و میرود. این الان روبروم نیست که بهش بگم یا رضا، پس چیه؟ غایبه. پس سوم شخص بکار. این همون هوه بچه‌ها، این رضا پایینی، ولی این بالایی انته. یا مریم بچه همون انته هستش، انته. خب یعنی ای مریم، دارم باش حرف میزنم، روبرومه. بچه چند بار اینو بگم؟ دقت کنید، یعنی طرف روبروی منه. بچه یا مریم میشه انته، برای ذهبه میشه چی؟ میشه تذهبینم، هبین. نه حالا خود مریم چی؟
دارم پشت سرش حرف میزنم. اگه روبروم بود میگفتم یا مریم، خب ولی چون ولی مریم تنها گفتم دارم غیبتشو میکنم. ذهب میشه چی؟ میشه تذهبو. بچه این تذهبو با این تذهبو یکی شد. اینا رو توی جلسه قبلی، توی دو سه جلسه قبلی کامل توضیح دادم. گفتم آقا از چیز پشتشون باید بفهمی، این هیه هستش، اون انته. از اینا باید بفهمی که داریم روبرو حرف میزنیم یا پشت سر. اگه پشت سر بود میشه سوم شخص، اگه روبرومون بود میشه مخاطب. خب انا و علی بچه چی میشه نحنو دیگه، درسته؟ من و علی رفتیم. اصلا فارسی معنیش کنید، من و علی رفتیم یا میرویم. خب پس میشه نحنو نذهبو بچه فارسی معنی کنید اوکی میشه. یا ولدان بچه یا دقت کن، یا یعنی چی؟ یعنی روبرومونن همین الان اینا روبرومونن. خب چند نفرن؟ 2 نفر. 2 نفر رو خوندیم بچه چی بود؟ ت می آوردیم با ریشه فعل ذهبه با آنه، درسته بچه؟ یا ولدان تذهبان میروید. اوکی بچه؟ از کجا فهمیدم این همون انتوماه بچه؟ چرا؟ چون یا آورده انتوما. خب مثلا فرض کنید این منم، 2 نفر جلو من، 2 تا پسر جلو من، بهش میگم ای پسران، ای 2 پسر. خب پس اینا میشن چی؟ میشن همون انتوما، یعنی شما 2 نفر. اینو ببینیم چیه؟ ایها الرجال یعنی ای مردان. فرض کنید بچه‌ها اینجا فرض کنید چی؟ 3 نفرن، یه نفر دیگه هم هست، جمعن. خب ای مرد، 3 تا مرد سیبیل گنده ان. خب میگم ای مردان، بچه روبرو من دارم باشون حرف میزنم، پس ت میارم ذهبه یا هم ریشه صرفی اونه. اوکیه؟ حالا فرض کنید اینا زنن بچه ها. حالا این اگه نشانه زنیت بدونیم، خب گفته ایتها النساء. خب دارم با این 3 تا خانومه حرف میزنم، میگم آقا 3 تا خانوم، خب شما میروید، میشه چی باشه؟ ت میذاشتیم ریشه فعل ذهبه با نه. اوکیه؟ ایتها النساء تذهبن، میروید. یا بنتانه بچه 2 تا دختر فرض کنید روبرومه با 2 تا پسر، هیچ فرقی گفتم بهتون دیگه نمیکرد توی اینجا. خدا رو شکر برای هر 2 تا انتوما بود و هیچ فرقی نمیکرد. میگفتیم چی؟ تئو ریشه صرفی و آنه تذهبانه. بچه این 2 تا فرقی نکرد. فقط از کجا فهمیدم این به 2 تا دختره؟ از پشتش یا بنتانه. اوکی بچه‌ها، اینو توی جلسات بعدی هم دوباره توضیح خواهم داد، تفاوت مخاطب و غایب رو برای کسایی که جا نیفتاده 120 بار دیگه من اینو خواهم گفت. چرا؟ چون باید این جا بیفته، شما تفاوت غایب رو با مخاطب بدونید. وقتی بدونید دیگه، وقتی دارم میگم یا فلانی یعنی ای فلانی این کار رو بکن، یعنی روبرومه. کسی که روبرومه میشه مخاطب. اوکیه؟ بیایم پایین تا بچه چند تا هم چیز داره، چند تا فن ترجمه داره که بریم تو کارش. ستاره 1 کلمه لمازا به معنی برای چه یا چرا بچه. لمازا رو قبلا هم داشتیم دیگه، ولی حالا الانم تو کتابتون آورده و پاسخ به آن بچه لأن و ل هستش، یعنی برای این که طرف میپرسه چرا این کارو کردی، تو میگی لأن یعنی برای این که، یا ل یا برای. مثلا اینجا لمازا تذهبانه الی السوق بچه چرا شما 2 نفر رفتید به بازار. خب تذهبانه یعنی شما میروید بچه، رفتید نه میروید. چرا شما 2 نفر میروید به بازار؟ لاننا برای این که ما، لاننا این نا آورده یعنی برای این که ما، نبحث عن الفستان برای این که ما دنبال لباس زنونه میگردیم. همین، به همین سادگی. منفی کننده بچه، منفی کننده فعل ماضی رو خوندیم دیگه، تو فکر کنم درس قبلی هم خوندیمش. ما می آوردیم دیگه، ما ذهبه یعنی نرفت. خب حالا برای فعل مضارع یذهبو چی بیاریم بچه؟ دوباره ما میاریم؟ نه، لا میاریم بچه برای فعل مضارع. به همین سادگی. اینجا رو ببینید، اگر به ابتدای فعل مضارع لا اضافه کنیم آن فعل معنی میشود. اذهبو میشه میروم، حالا لا اذهبو میشه نمیروم. تذهبن میروید شما زنان، لا تذهبن نمی روید. به همین سادگی. بچه یه نگاهی هم به فعل هامون بندازیم و دیگه بریم سراغ حل تمرین کتاب که توی جلسه بعدی هستش. سری و سری نگاهی به فعل ها بندازیم. آقا ما چی خوندیم تا حالا؟ اول شخص مفرد خوندیم که ضمیرش انا بود و اینطوری بود اذهبو، خب یعنی من میروم، انا اذهبو. دوم شخص انت و انت، برای انت تذهبو، انت تذهبین، تو میروی. سوم شخص هو و هیه، هو یذهبو، هیه تذهبو، او میرود. اول شخص جمع نحنو بود بچه، نحنو نذهبو بچه، نمی اومد نذهبو.
ما میرویم و درس امروز انتما تذهبان، شما 2 نفر میروید، انتم تذهبون، باز شما مردان میروید، انتن تذهبن، باز شما زنان میروید. بچه دمتون گرم. بچه چیکار میکنم جلسه آینده؟ اینو خودتون روالو میدونید دیگه. جلسه آینده میریم توی کتابتون صفحه به صفحه، واژه به واژه، حرف به حرف، جمله به جمله جلو میریم و کتابو حل میکنیم دیگه. به نوعی حل تمرینه. این جلسه آموزشی بود. ببینید این جلسه آموزش بود. جلسه آینده حل تمرینه. برای اینکه این ویدیو طولانی نشه همینجا اینو قطع میکنم، کارت جلسه بعدی رو میذارم، حتما روش کلیک کنید، بریم توی حل تمرینم همین چیزایی که گفتم رو با هم دیگه تمرین کنیم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.